سلام دوستان، این یک مشعل گازیه که نوک هویی هم داره. خیلی چیز مرتب و خوبیه. واسه جاهایی که برق نیست استفاده میشه. یه مقدار گاز میزنیم توش، دیگه چند ساعت استفاده میکنیم. با یه بار پر کردن 2 ساعت گاز داریم. یه سری مشعل داره، یه سری نوک هویی داره. خیلی عالیه. این بردازن ما از ترکیه واسه ما آورده. دمش گرم. روشنش که میکنی، بعدش دیگه این منومت داخلی سرخ میشه دیگه. این آتیش هر روش میره دیگه. آتیشی در کار نیست. کم و زیاد هم میشه. خیلی چیز باحالیه. نه قبلا توی اینستاگرام دیده بودم، من لینکش بدم. یه روزی منم یه دونه میگیرم که قسمت شد برامون آوردن. دمشون گرم. یاد ما بودن و واسه هویی و اینا خیلی خوبه. خیلی قوی هم هستش. باش لحیم هم ذوب کردم. خیلی مرتب. حالا این زیرش لقه مقدار جابجا میشه، ولی خیلی قشنگ. بدترین سفترین قطر هم در آوردم. عالیه. چیز خوبیه. اگه گیرتون اومد برای خودتون یه بگیرید، به درد میخوری یه جایی. خیلی عالیه. دم همتون گرم. بچه‌ها حمایتمون کنید، لایک کنید. چیزایی که بلدیم و میبینیم و یاد میگیریم و یا این فیلم میگیریم براتون میذاریم شما هم ببینید. دم همگی گرم. ممنون. خدا نگهدارتون.